بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. حکیمان می‌فرمایند سه چیز است که تا اینکه از حال آنها نپرسی به آنها کار نگیر. یکی عسل و دیگری قرض و سوم زن. سه چیز است که تا اینکه از تو جدا نشوند تو راحت نیستی: وسوسه و قرض و رفیق بد. سه نفر هستند که از همنشینی با آنها برحذر باش: احمق و نفری که بسیار جنجال میکند، مجادله میکند و نامرد. سه نفر هستند که نه از آنها چیزی شنو نه از برای آنها. یک نفر دروغگو و دیگر سخنچین و نفری که شاهدی دروغ میدهد. سه نفر هستند که هرگز با آنها همنشین مباش: حسودخور، نفری که چشم بد دارد و عاق پدر و مادر. سه نفر را همیشه در فکرشان هم فکر باش و با آنها باور کن: نفری که 5 وقت نمازش را در وقتش ادا می کند و نفری که همیشه دست به خیر دارد، خیر و احسان می کند و نفری که پدر و مادر از آنها راضی هستند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.